گرامی که بیننده این برنامه هستید. امروز ما در خدمت خانواده موفقی هستیم که 9 نفر از اعضای این خانواده همگی دکتر و متخصص و دانشجو هستند. البته پدر این خانواده مرحوم حمید فره‌وش در حال حاضر در میان ما نیستند و چند سالیه که مرحوم شدند. مادر این خانواده سرکار خانم ملوک فره‌وش یا فتاح زاده در خدمتتون هستیم و من اجازه میخوام در ابتدای برنامه اسامی کلیه این عزیزان رو خدمت شما قرائت بکنم تا همگی با هم آشنا میشیم با این عزیزان. آقای دکتر محمد حسین فره‌وش فوق تخصص روماتولوژی و استادیار دانشگاه. آقای محمد رضا فره‌وش فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیئت علمی. آقای دکتر محمد جعفر فره‌وش فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر محمد صادق فره‌وش متخصص و جراح چشم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر وحیده فره‌وش متخصص و جراح چشم. آقای دکتر محمد صالح فره‌وش پزشک. آقای دکتر محمد مهدی فره‌وش پزشک. خانم هایده فره‌وش دانشجوی سال آخر دندانپزشکی و آقای محمد اسحاق فره‌وش دانشجوی سال دوم مهندسی شیمی. خب خانم فره‌وش، برای ما بسیار باعث افتخاره که با خانواده محترم شما عزیزان امروز آشنا خواهیم شد و خوشحال میشیم که از زبان شما برگردیم به چند سال قبل و آشناییتون با مرحوم حمید فره‌وش و تشکیل خانواده‌ای که با ایشون دادید و صحبت‌هایی که در مورد تعلیم و تربیت فرزندانتون با مرحوم فره‌وش داشتید. ما خوشحال میشیم که آشنا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اهل تبریز هستم. 42 سال پیش ازدواج کردم، اومدم تهران. بله. شوهرم هم دبیر ریاضی بود، آدم بسیار خوبی. ثمره این ازدواجمون 9 تا بچه داریم. خب من این موفقیت بزرگ رو که همگی فرزندان شما دنبال تحصیل علم و دانش و تخصصهای خودشون رفتن تبریک میگم خدمت شما. برای ما و بینندگان عزیز بگید که چطور شد که شما تشویق کردید بچه ها رو، فرزندان خودتون رو، و باعث شدید که دنبال درس برن و تا این درجه از تحصیلات عالیه برسن؟ اول توکل به خدا بود، بعد فداکاری های شوهرم، همسرم خیلی واقعا فداکار بود. ما زندگیمون فدای بچه ها کردیم. بچه هم خوب الحمدلله خودشون هم فعال بودن، موفق شدیم. بله بسیار خوب، خیلی متشکر. در مورد اینکه زمانی که مرحوم فره‌وش در قید حیات بودن شما برای آینده بچه‌ها چه پیش‌بینی‌هایی می‌کردید؟ والا پیش‌بینی‌های چی کردیم؟ ما همشون فکر بچه‌ها بودیم دیگه، غیر از بچه‌ها ما یعنی عاشق بچه‌ها بودیم، هم شوهرم هم خودم. خب از سختی‌ها و مشکلاتی که در سالهای اولیه ازدواجتون با مرحوم فره‌وش داشتید، اینها هم برای بینندگان ما بگید که آشنا بشن با این نوع سختی‌ها و مقاومت در مقابل این سختی‌ها. مشکلات که همه جا هست، بالاخره آدم باید مقاوم باشد و از لحاظ مالی، از لحاظ تربیت بچه‌ها بالاخره خدا هم یاری کردیم و موفق شدیم که بالاخره اینا رو. بله. مرحوم فره‌وش گویا استاد ریاضیات بودن، درسته؟ دبیر دبیرستان‌های تهران. بعد تا چند اندازه کمک می‌کردن به درس و مشق خود بچه‌ها؟ خیلی کمک می‌کرد. اولا بچه‌های ما خودشون اتوماتیک بودن، یعنی خانه را طوری ما درست کردیم که برای بچه‌ها آرامش، آسایش فراهم کردیم، یعنی خودمون فدای بچه‌ها کردیم. بله.
چه پیامی دارید برای بینندگان ما و افرادی که دنبال علم و تحصیل میرن؟ در این رمز موفقیت خودمون و خداپرستی و اعتقاد راسخ به خداوند من میدونم. مسلماً کسی که اطلاعات علمی بالاتری داره، تحصیلات بالاتری داره، نگرش درستری هم شاید به زندگی داشته باشه. البته به شرطی که خودش رو 100% غرق به کارش نکرده باشه و همه جوانب زندگی رو رعایت بکنه و زندگی سالمی داشته باشه. والدین ما خب عاشق بچه‌هاشون بودن و خودشون رو وقف فرزندان خودشون کردن. بله. و من هم واقعا دعا میکنم که حداقل یک درصدی رو از این علاقه به فرزندان رو خود داشته باشم. برگردیم به عقب‌تر و زمانی که مرحوم پدرتون در قید حیات به اتفاق مادر چه نوع برخوردی با شما میکردن؟ چه درسی شما از زندگی این افراد گرفتین؟ مسلما مهمترین رمز موفقیت، حالا شاید در خانواده ما هم به همین ترتیب، تفاهم بین پدر و مادر هست. بله. و محیط سالمی که ایجاد میکنن و صرف وقت میکنن برای فرزندان و مسلما با در اختیار گذاشتن کتاب‌های مناسب و روش سالمی که داشتن ما رو در مسیر سالمی انداختن و اینه که ما وقتمون اکثرا صرف مطالعه، کار و خب البته بازی و اینها هم بود. مسلما کسی که بازی نکنه، کسی که تفریح مناسبی نداشته باشه، نمیتونه که کار علمی و اجتماعی خودش رو به خوبی جلو ببره. یعنی همه جوانب زندگی رو شما همپای هم میرفتین جلو؟ مسلما پدر من خیلی فرد آزادمنشی بود، ما رو راحت میذاشت، آزاد میذاشت، هیچ وقت اجبار نمیکرد که ما درس بخونیم. من هیچ وقت یادم نمیاد که پدرم به من بگه درس بخون، ولی من چون همیشه میدیدم تو دستش کتابه، منم شرایط چطوری فراهم میکردن که خود شما خود به خود دنبال درس برید؟ درست، چیزای جانبی، تفریحات نادرستی که حالا ممکنه در زمان خاصی بوده، اونها رو نداشتیم. خب الان خیلی هستن مثل شما میخوان دنبال درس و تحصیل برن ولی به دلیل سهل انگاری این کار رو نمی کنن، یا به دلیل احتمالاً سختی ها و مشقاتی که باید تحمل بکنن و مقاومتشون رو ممکن از دست بدن. چه صحبتی برای این افراد دارید؟ مسلماً هر انسانی باید یک هدفی داشته باشه. کسی که میخواد دنبال علم و دنبال دانش بره باید هدفش مشخص بکنه و پشتکار و زحمت زیاد باید بکشه. مسلماً همه ما روز و شب‌های زیادی بودیم که زحمت کشیدیم، سختی کشیدیم. کسی که هدفی داره باید دنبال هدفش بره و با پشتکار، با تلاش، به هر نفع. من این چیز خود من بوده که هر چی رو خواستم به دست آوردم. البته نه به راحتی، با سختی، با تلاش و زحمت انسان میتونه که کارهای زیادی بکنه. نیروهای نهفته زیادی در همه ما هست. منتها شناختن اونها و هدف دادن اونهاست که فردی رو در مسیر مناسبی قرار میده و فردی رو در مسیر مناسب قرار نمیگیره و نیروهاش هرز میره و به اون چه که دلش میخواد نمیرسه. اینه که داشتن هدف و زحمت کشیدن و تلاش انسان به هر چیزی میرسه. خب بینندگان عزیز، در پایان برنامه امروز من باید خدمت شما عرض بکنم که در ابتدای برنامه عرض شد خدمتتون که 9 نفر از اعضای این خانواده همگی دکتر، متخصص و دانشجو هستند. به دلیل محدودیت زمان برنامه ما در برنامه امروز با 3 تن از اعضای این خانواده به اتفاق مادر خانواده صحبت کردیم و در برنامه آینده انشالله با سایر اعضای این خانواده هم ما گفتگو خواهیم کرد. پس ادامه گفتگو با خانواده موفق فرحبخش رو شما در برنامه بعدی حتما ملاحظه بفرمایید. بنابراین تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.